زمان قاجار زنها اجازه رفتن به مدرسه رو نداشتن و اولین کسی که به دخترشون اجازه رفتن به مدرسه رو دادن رشتی‌ها بودن. این خبر به شهرهای دیگه رسید و همه میگفتن که رشتی‌ها بی غیرتن که اجازه دادن دخترشون برن مدرسه، در صورتی که این نشون دهنده ارزش و احترامی بود که اونها به دخترشون میذاشتن. اصفهانی‌ها سالیان سال برای مسافران توی کاروانسراهای اطراف شهرهاشون به دستور حاکم شهرشون آذوقه رایگان میذاشتن، تا اینکه توی اصفهان هم قحطی و خشکسالی اتفاق افتاد و حاکم شهر به اصفهانی‌ها دستور لغو این خدمات رایگان رو داد و مسافران ناسپاس از اون به بعد به اصفهانی‌ها لقب خسیس رو دادن، در صورتی که مهمون نوازی از رکن‌های اصلی اصفهانی است. بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، تبریزی‌ها علیه انگلیس قیام کردند و 6 ماه تبریز محاصره بود و قحطی و کمبود غذا بیداد می‌کرد، اما مردم تبریز تسلیم نشدند و پیغام فرستادند که درست غذا تموم شده ولی ما یونجه می‌خوریم اما تسلیم ظلم نمی‌شیم.